مهمان صحبت امروزه ما رستم جانی، مؤسسی نشریه امروز نیوز است. رستم به برنامه تاجیکی رادیو آزادی خوش آمدید. آباد باشید، خدا نگهبان. و روز دوشنبه 25 فوریه دادگاه شهر دوشنبه نشریه امروز نیوز را وادار نمود که بر رستم حکوموف پسر رئیس اداره راه آهن 50,000 سامانی برای پس زدن شأن و شرف وی پردازد. اولا این در تاریخ مطبوعات تاجیک این قرار سود رو من خیلی با یک خبر ناخوش ارزیابی میکنم، با این خاطره که این گونه قرار اصلا برآوردنش غیر قانونی بود و با این خاطر که خبرنگاری گازت امروز نیوز را با گازت امروز نیوز با این متهم کردند که خبرنگار او اندیشه های شخصی خود را بیان کرده است. این اولین طلبشون این بود که ما ردیه نشر نماییم تا شأن اعتباری رستم حکم برقرار شود و دوم طلب آنها این بود که امروز نیوز به مبلغ 50,000 سامانی جریمه شود و سوم طلبشون این طلبی در پس درهای پوشیده گذاشتن مرافعه سودی بود. همینجا رستم میخواستم یک سوال کنم که چرا پشتی درهای بسته؟ آیا در این محاکمه یگان سیری دولتی هم فاش میشد؟ سبب چی بود که محاکمه پشتی درهای بسته گذشت؟ نه جانب دادگاه یعنی سود و نه جانب دعواگر برای ما و یک دلیل های محکم پیشنهاد کرده نتوانستند که به خاطر چی این قرار را این دعوا را کردن و به خاطر چی این قرار را برآوردن. من فکر میکنم که اصلا بگیرید این گونه پرونده ها باید پسی درهای بسته نگذارند، چون دعوای خود رستم حکوموف این بود که شأن شرفی گویا از دست داشته خود را در میان اجتماع برقرار میکرد. پس منطق این می بود که این شأن و شرف را به طریق کشاد و روشن در میان جمعیت با آوردن دلیل ها ثابت میکرد و ما نیز آماده بودیم که در این طرزی به این شیوه کار مناسبت کنیم و مرافعه را ببینیم. و اقدام بعدی شما رستم، اقدام بعدی شما از چی قرار است؟ ببینید ما همه وقت ترغیبگر اندیشه بیدار بودیم، همه وقت پرینسیپ های ژورنالیستی را احترام میگذاشتیم و البته اگر ما این فرضیت های من واجباتی کسب ژورنالیست را اگر ویران میکردیم خود را مجرم احساس میکردیم، اما در عین زمان من فکر میکنم که این قرار یک تحقیر است نسبت شخصیت ژورنالیست و حیثیت خود روزنامه و البته ما بر حق بودن خود در نشر این مواد پافشاری میکنیم و اطمینان و باوری داریم که هر چیزی که ما نشر کردیم در حاشیه قانونگذاری جمهوری تاجیکستان بود و طلبات پیمان های بین المللی بود و تا آن جایی که گوش عدالت شنو هست و قابل تمییزی یعنی فرق کردن سیاه از سفید را دارد، ما مبارزه همون را ادامه میبخشیم.